ضبط بله. چند شد ساعت؟ 8 ساعت 10 دقیقه 5 دقیقه و 8 بچه‌ها. عالیه. بریم برای ضبط. بریم. برو بریم. به عالی شد. خب چه نوری. خیلی هم عالی. بریم شروع کنیم. 3 2 1. سلام به همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قسمت 0 قسمت 0 پادکست اسپرد در خدمتتون هستیم. یه پادکست متفاوت و با شعار جالبی که داریم، حالا جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. توی این اپیزود می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که اصلا این پادکست چیه، همین اصلا برای چی تصمیم گرفتیم همچین پادکستی رو درست بکنیم، هدفش چیه و اصلا چرا اسپرد، در مورد اینا صحبت کنیم و با ما همراه باشید. سلام به همه عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و با اسپرد پادکست همراهتون هستیم و همونطور که سینا گفت این پادکست متفاوتی خواهد بود، مهمان‌های جالبی خواهیم داشت، پیشاپیش اینا رو بگم صحبت می‌کنیم در رابطه باشه و بریم ببینیم چی باید بگیم با قسمت 0 ببینیم که چی میشه. بریم آقا. اولا که اینجا اصلا فضای خودمونه، یعنی یه فضای متفاوتی رو گفتیم ایجاد بکنیم که در رابطه با همه چیز صحبت قرار بکنیم. اینجا همه بازارها رو ان شاءالله سعی می‌کنیم پوشش بدیم توی این پادکست و به صورت کلی در مورد یه سری موضوعات صحبت میشه که خب مربوط به همه بازاری هست. یه سری از اپیزودها اصلا مرتبط به یک بازار مشخصه. یه اپیزودی داریم مثلا مرتبط با بازار کریپتو، یه اپیزود داریم که یه مهمونی داریم که مرتبط با بازار استاک ممکنه باشه، استاک آمریکا و بازار فارکس و حتی بازار بورس که حالا سورپرایزهای بمب و خفن داریم و کلا میخوایم در رابطه با بازار مالی بیشتر صحبت بکنیم و بحث‌های مرتبط با این موضوع، ولی در یک فضای متفاوت. و چرا اسپرد؟ چون که واقعیتش توی فضای سوشال امروزه واقعا خیلی مطلب زرد یا حتی نیمه زرد وجود داره که تشخیص واقعیت و اون چیزی که در مورد معامله‌گری دنیای بازار مالی اصلا وجود داره و اون چیزی که حالا داره گفته میشه و شنیده میشه خیلی سخت شده تشخیصش با هم دیگه. و این پادکست رو برای این درست کردیم که بیایم در مورد این صحبت کنیم. آقا واقعیت اصلا چیه؟ اون واقع بینیه، دنبال اون واقع بینیه. آره، یعنی ببین اصلا واقعیت چیه؟ واقعیت اون چیزی هست که دارن میگن در مورد هر مسئله و موضوعی که میخواد باشه تو هر بازاری. واقعیت اون چیزی هست که دارن میگن اگر نیست چه تفاوتی داره، اگر نیست اون چیزی که باید شنیده بشه چیه. و به خاطر همین گفتیم بذاریم اسمش رو اسپرد. حالا اسپرد هم خب بچه‌ها که بازار فارکس کار میکنن میدونن دیگه، اون تفاوت نرخ حالا اسکو بیدو بالاخره میگه اسپرد. یه اختلافی وجود داشت اینجا بین واقعیت و اون چیزی که گفته میشه و گفتیم بذار اسمش رو بذاریم اسپرد. و شعارش هم همینه، تفاوت آنچه هست و آنچه شنیدید. دقیقاً. بریم با اسپرد پادکست. بچه‌ها واقعیت اینه که همه چی با هم بررسی میکنیم. قسمت 0 هم هستش، میخوایم با هم راحت بشیم. این پادکست برای خودتونه به طور کامل و حتما به ما بگید که چه چیزایی میخواد که توش باشه، چه اتفاقاتی رو رقم بزنیم توش و مهمان‌های درجه 1، سورپرایزهای درجه 1 خواهیم داشت. ولی خلاصه بخوام بگم واقعیت اون واقع بینی مد نظرمونه سینا، یعنی اون چیزی که واقعا هست. اون شاید بعد چیزای تلخی هست که داخل معامله‌گری هست، هیچ کس پیش اصلا در موردش صحبت نمیکنه. واقعیت همینه. حالا تو فضای اینستاگرام خیلی میبینیم درآمد دلاری، نمیدونم فلان. آقا اینا نیستش. چرا در مورد ضرر دلاری صحبت نمیکنی؟ درسته واقعا. طرف اومده کلی پول آورده، کلی اتفاقات رقم زده، پولشو جمع کرده، هر شخصی هم هست، ولی یهو میگه درآمد دلار، میگه خب بریم از تورم فرار کنیم اول. آره شرایط کشور مجاب کرده، اون شرایط باعث شده این اتفاق بیفته متاسفانه. اما خب واقعا اینطور نیست، یعنی اون درآمد دلاری هست و نه که نباشه واقعا. خب ولی ذره بین رو میذاره جایی که دوست داره، ولی ما میخوایم ذره بین رو جایی بذاریم که هست و زوم کنیم رو نقاطی که شاید تلخ باشه اما به واقعیت خیلی نزدیکه. و رو همه بازارها صحبت میکنیم، رو کریپتو سعی میکنیم پروژه ها رو با هم بررسی کنیم، خیلی کول و فضای دوستانه باشه و ساده مطالب فنی رو سعی کنیم بیان کنیم. خب تخصص من سینا رو بحث کریپتو و اینم بگم یکم در مورد خودمون صحبت کنیم. سینا من و سینا نزدیک الان میتونم بگم 10 ساله که در واقع با هم رفیقیم. 10 سال شد. آره 10 سال با هم رفیقیم، از دبیرستان شروع. خیلی واقعا اصلا باورم نمیشه که الان 10 سال با هم رفیقیم. چقدر عجیب و چه بالا پایینایی. صحبت کنیم در موردش. آره واقعیتش اینه که خب رشته من به شخصه تو کارشناسی رشته صنایع بود، بعدش خب اصلا با این هدف اومدم تو رشته صنایع که
برم ارشدم و رشته مهندسی مالی بخونم، چون تنها رشته دانشگاهی که تو ایران تا حد زیادی مرتبط به بازارهای مالیه رشته مهندسی مالی بود. خب من اصلا با اون هدف اومدم و خب امینم خب الان کنار من اینجا نشسته، اولین باری که این موضوع داشتیم صحبت می‌کردیم توی کافه بود. بله. خب همین به من گفتش که آره مثلا من یه حرکتی میتونم بزنم، موقع توی محل کارت یه چیزی 50 تومانت بشه 150 تومن توی بازار زمان بکنم 1-2 ساله بود. دقیقاً. بعد من گفتم خب من اون موقع تازه مثلا با بازار بورس آشنا شده بودم. این قضیه فکر می‌کنم مال سال 96 باشه اگر اشتباه نکنم. آره که گفتم که خب من تازه با بازار بورس آشنا شده بودم. خب آره حداقلش اینکه شما بتونید یه ارز اولیه بخرید، اینایی که تو میگی اصلا چیزی نیست، من خیلی خفن تر از اینا رو میتونم انجام بدم این حرفا. بعد دیگه خلاصه من راحت آره این چیزی نیست که من برات راحت تر از این میگیرم. خلاصه امینم یکم شاخکش تیز شد که خب حالا این داستان بازار مالی اصلا چیه. دقیقاً همینطوره. و تو کم کم اومدید به این سمت و اولین قدمش این که کلاسی توی دانشگاه ما برگزار شد که آشنایی با فضای بورس و اینا بود. بعد من به امین گفتم آقا همچین چیزی هست و اومد. خواجه نصیر بود تو علم و فرهنگ اگه اشتباه نکنم کلاس برگزار شد. خلاصه رفتیم اونجا و دیگه این پروسه ورود جدی با بازار مالی شروع شد. حالا جدی که یعنی مثلا گفتیم کنار کار باشه. دقیقاً. و از یه جایی به بعد دیدیم که خب نه واقعا علاقه داریم. من که خب از قبل میدونستم، امینم علاقه‌مند شده بود، گفتیم خب با هم بریم جلو دیگه کارو بریم جلو. خب رفیقم بودیم واقعا 5-6 سال شاید بگم نه 3-4 سالی از رفاقت جدا شدیم. زمان پیش دانشگاه از هم جدا شدیم، تو رفتید این مدرسه عوض کردی و بعد از اون بچه وارد بازار مالی شدیم و تقریبا از سال 97 هم وارد بازار کریپتو خیلی جدی شدیم. الان دیگه 5 سال میشه دیگه آره دیگه 4 سال و نیم 5 سال تقریبا شاید بیشتر میشه که وارد بازار کریپتو شدیم. البته خب بعدش فارکس بود، بعد با کریپتو آشنا شدیم، یعنی اصلا وارد معامله گری شدیم، بعد کریپتو باشه شدیم. کریپتو خب یه مقدار چون فاینانشیال تکنولوژی بود برای ما جذاب بود، چون ما آدمای یه جورایی تکنولوژی دوستی هستیم، ما جوونا، حالا نمیدونم شاید نسل ما این شکلی بود. خیلی برام جالب بود، یعنی اون کدنویسی بیت کوین اتریوم وارد شدیم. اما خب تقریبا میتونیم بگیم 3 سال نرد داریم تو این حوزه کار میکنیم. نرد یعنی دیگه از زمانی که تقریبا بازار دیگه نزولش شروع شده، یعنی فهمیدیم که از اونجا امکان نزولش وجود داره، ما وارد بازار شدیم و قول دادیم که واقعا این رو قول خودمون داریم. چون اینو بگم ما بورس وارد شدیم، سودم کردیم و بورس ریخت با همین بورس ریخت. سودامون تقریبا میتونیم رفت. خب اون موقع خیلی جوگیر بودیم، یعنی یه اصطلاح های زنگیه داره خیلی قشنگ میگه احمق با انگیزه بودیم. واقعا همینطور بود و این دوران رو ما هم گذروندیم و الان رسیدیم به جایی که خیلی متفاوته و تازه داریم با شرایط حرفه‌ای شدن دست پنجه نرم میکنیم. کار بسیار سختیه معامله گری، بسیار سخت. اینکه حتما فلان میشه نه، اصلا رویا ما نداریم، به شدت نزدیک به واقعیته. خیلی ساده بخوام بگم، فکر کنم تو هم با من موافق باشی، کسی که میخواد تریدر بشه یا اصلا تو هر شغلی میخواد خفن بشه باید آدم کاملی بشه. اصلا ربطی نداره میخواد مثلا به اصطلاح علی جان الان پشت دوربینه داره به من میخنده، فیلم بردار و تدوینگر خفن و میخواد اگه خفن تر از این بشه واقعا باید تو همه ابعاد زندگیش باید رشد کنه و این قسمت سختشه. حالا تو معامله گری چون با پولم درگیری تو دیگه اصلا شرایطش متفاوته. واقعا خطای تو میشه در واقع از بین رفتن پول. دقیقاً. چقدر خیلی میتونه سریع تنبیهت میکنه. دقیقاً خیلی سریع و مستقیما میتونی از بازار ضربه بخوره و این کلا حالا این پروسه ادامه پیدا کرد. یعنی از اون داستان خودمون بخوایم بگیم رفتیم تو بازار کریپتو و الان دیگه واقعا به صورت متمرکز تقریبا میشه گفت 3 سالی که به صورت حرفه‌ای دیگه داریم بازار کریپتو رو ترک می‌کنیم. 5 سال هست تو بازار کریپتو هستیم و می‌خوایم اینجا بشینیم در مورد فضای واقعیت بازارهای مالی صحبت بکنیم. چرا؟ چون توی کشور تورمی هستیم. توی این کشور تورمی همه افراد، بخش زیادی از جامعه به دلایل مختلف، بولرانی که در کریپتو یعنی بازار رشدی که در کریپتو در بازار بورس اتفاق افتاد در سال حالا 99 بود، بعدش بازار کریپتو در واقع یک بولرانی رو تجربه کرد به خاطر حالا بعد از اتفاقات کرونا.
به هر دلیلی که شده یک تعداد زیادی از مردم، از عموم مردم اومدن وارد بازارهای مالی شدن. ورود مردم به بازارهای مالی باعث این داستان شد که خیلی که اصلا روحیات و شخصیتشون و اصلا اون پولی که دستشونه به درد بازار مالی نمیخوره وارد این بازار بشن و ضربه بخورن و این وسط یک تنوری داغ شد برای خیلیایی که میخواستن از این در واقع شرایط و اون بازاری که ایجاد شده بود، مارکتی که ایجاد شده بود استفاده بکنن، حالا پکیجی بفروشن، رویایی بفروشن، دروغی رو بگن، یک سودی رو نشون بدن، یک شب پولدار شدن رو نشون بدن و در صورتی که واقعیت چیز دیگه ای بود. اصلا بازار مالی برای چیز دیگه ای ساخته شده، نه اینکه مثلا ما بیایم اینجا توش سودهای چند صد درصدی بگیریم که پولمون رو حالا احیانا از تورم عقب بندازیم فقط به خاطر اینکه مثلا یک شبه یکی گفته میتونی بیای مثلا اینجا یه تریدی بگیری و این حرکت رو بزنی و یه سری صحبت‌ها که شده رو سعی کردیم اینجا بیایم در موردش صحبت بکنیم و هدفمون از این پادکست اینه که بیایم آدمایی رو بیاریم اینجا که چندین سال همین دارن به صورت مستمر توی بازار مالی فعالیت، توی یک بازار مالی فعالیت میکنن به صورت حرفه‌ای، نه کسی که یه بورژوانی بهش خورده و بعد مثلا حالا گفته چون من یک بیت کوینی از $3000 خریدم تا 60 خورده‌ای مثلا داشتم پس من خفنم. نه، واقعا بالا پایین همه بازار، بالا پایین یک بازار رو حالا دیده، حالا افراد مختلف تو بازارهای مختلف بیاریم اینجا بشونیم صحبت بکنیم، به چالش بکشونیم، بفهمیم واقعیت چیه. واقعا آیا بازار مالی جایی هست که من بتونم توش سود مستمر بگیرم؟ اگر سود مستمر میگیرم اون حجمه سودی که اینا میگن واقعیه یا اصلا میشه موند؟ اگر میشه راهکاراش چیه؟ چیکار کردن اون دوستانی که اون آدمایی که داریم میاریم و چیکار کردن که توی این مدت مثلا 10 سال 5 سال 6 سال توی بازاری موندن و همچنان دارن کار میکنن، یه شبه با یک بولران نیومدن بالا و بعدش هم برن. این هدفمون، برای اینکه میخوایم یه مقدار روشنسازی بکنیم، میخوایم یه مقدار واقع بینی رو جا بندازیم، میخوایم واقعیت ها رو بگیم و اسپرت پادکست برای این اومده. همونطور که امین گفت، خودت گفتی، برای شما این پادکست برای شما و هر چیزی، هر نکته‌ای که فکر میکنید به ذهنتون میرسه و دغدغتونه رو حتما به ما بگید تو سوشال، حالا هر کانالی که دوست دارید، از طریق اینستاگرام، یوتیوب، هر شکلی دوست دارید کامنت بذارید، بگید بهمون که دغدغتون چیه و ما هم یک سری پلن داریم. کلی مهمون خفن داریم همونطور که همین گفت و نمیخوام بگم نگیم دیگه خدایی اصلا ندیم، انصافا حیفه. اولیشو نه اصلا به خدا اصلا نداره. مهمونای خیلی خفنی داریم، آدمایی که خیلی واقعا خفنن، یعنی یک بله خیلیاتون میشناسید قطعاً و واقعا خیلی خوشحالیم واقعا. یعنی ما که کنارشون کلی چیز یاد میگیریم با توجه تجربه بی‌نظیری که تو بازارهای مختلف دارن واقعا. یعنی کنارشون میشینین واقعا میگی چون حرفا از تجربه در میاد. ببین مثلا یکی میاد نیست، نمیخوایم بکوبیم واقعیت کسی رو. ببین میخوایم یه چیزی بگیم، آقا یکی که مثلا اومده 1 سال 2 سال پولش رو یه رشد خوبی داده با یک بولران، بعد مثلا خب که یه فالووری هم میگیره، واقعا قصد کوبیدن نیست ولی نمیتونه به اندازه کسی که 10 سال تو این بازار ادعا سوادی باشه، اصلا بحث سوادش نیست ولی بالا پایین بازارا رو نچشیده. خب یا چرا واقعیت رو نمیگه؟ چرا واقعیت؟ من مشکلم واقعا واقعیت گفتنه، چون من واقعا خودم ما دوستای زیادی داریم، یه تعارف که نداریم، دوستایی داریم که میگن خب آقا دیگه تریدر شدم و برم دیگه تموم شد. واقعا اینطوری نیست. یعنی اگر میخوای حرفه‌ای کار کنی، حرفه‌ای، نه که یه بورانی بشه یه سودی بکنی و سود خوبی هم بکنی، نوش جونت، اصلا کاری بحثمون. برای میخوای استمرار داشته باشی و ماندگاری در واقع زندگیت باشه، اون سود در زندگیت باشه، باید حرفه‌ای کار کنی و قراره که ما به صورت حرفه‌ای بشینیم مباحث رو بررسی کنیم و خیلی کول، فضا کول. اصلا شاید الان مطلع آنچین نمیدونی، خب یه مقدار شرایط به خاطر تحلیلی بودنش، یه مقدار رسمی ترن، تازه اونم سعی کردیم مقدار کول بشه، ولی این فضاییه که شاید یه چیزهایی بشنوید از اشخاصی که تا حالا نشنیدید و این دقیقاً نقطه‌ایه که اسپرت پادکست شکل میگیره. یعنی اینکه نقطه عطف این پادکست همینه، چیزهایش میشنیدید که تا حالا نشنیدید. نمیخوام خیلی طولانی بشه ولی یک چیزی بگم، اینو یادم رفت بگم. بعضی میگن خب بورس رو گفتی چرا بعدش رو نگفتی، چرا بولوان کریپتو رو مثلا نگفتی. ما به سینا، من و سینا با هم یه قولی داریم، تا موقعی که
تو یک چیزی حرفه‌ای نشیم دیگه وارد اون بازار نمیشیم و چون تو بورس خیلی ضربه خوردیم واقعا و اون قول رو یادته دیگه اون موضوع، یعنی فکر کنم داشتیم میرفتیم تو اتوبان نیایش میرفتیم طرف ولنجک داشتیم میرفتیم دور بزنیم و اونجا به هم دیگه قول دادیم که آقا اینجوری، یعنی اصلا عجله نداریم، میشینیم با تمرکز همه اینو کاتو میبینیم، دوره آموزشی خارجی، ایرانی، یوتیوب و خیلی کارهای دیگه که حالا حتما در رابطه باهاش صحبت می‌کنیم. نمیخوام خیلی طولانی بشه پادکست زیرو بود و یه معرفی خیلی خلاصه و سعی کردیم جذاب باشه واسهتون باحال و کول باشه. حتما بچه‌ها نظرتون بگیم مباحث این نظرات خیلی مهمه چون واقعا برای شما پادکست میخوایم بدونیم که چیا رو دوست دارید و کلا توی این فضاییم، یعنی کلا هدف اینه که تفاوت واقعیت و اون چیزی که میشنوید رو بگیم توی سوشال یا هر جایی و این رو ما فقط نمیگیم، تمام مهمونایی که قراره بیاریم توی پادکست قراره این رو بهمون بگن و اون مسیره رو، اون تجربه رو بگن و اینجا خب یه سری صحبت‌ها رو واقعا نمیتونیم ببریم توی یک سری ویدیوهای دیگه، چون بالاخره توی مجموعه‌ای که ما در واقع هستیم خب بالاخره هدف اینه که به صورت حرفه‌ای تولید محتوا بشه و خب تویش قالب کاملا جدی و حرفه‌ایه یه سری چیزا که نمیشه گفت اونجا و اینجا این فضا هست که می‌خوایم خودمونی بشینیم با یک آدم این روی سکه. آره دقیقاً بشینیم با یک آدم این کاره گپ بزنیم که آقا شمایی که 10 ساله مثلا فلان ساله توی بازار هستی، از تجربیاتت بگو، از بالا پاییناش بگو، از اون مسیره بگو. برای کسی که تازه میخواد شروع کنه و دمش گرم و خوش به حالش که داره شروع میکنه این پادکست رو، نمیخوام بگم ما خفنیم، واقعیت رو میخوایم بگیم دیگه، و خوش به حال اون کسی که میخواد بشینه اینو گوش بکنه و واقعیت رو بشنوه، و چه برای اون کسی که حرفه‌ایه. آقا چندین سال خیلی‌ها دارن میرن یک مسیر رو ولی خب باز به نتیجه نمیرسن. بوده خیلی‌ها هستن که میان اینجا پیش ما، میبینیم که آقا طرف چندین و چند پکیج رو، چندین و چند حالا پکیج نگیم، دوره رو، کورس رو شرکت کرده ولی هنوز به اون نتیجه که مد نظرش نرسیده، به اون سود، حالا نمیگیم لزوما مستمر، ولی یک برآیند سودی توی یک فصل نداره. دلیلش چیه؟ خب اونو میتونه اون شخص میتونه مخاطب این پادکست باشه، تا حالا حرفه‌ای‌ترین آدمو که اصلا دوستان فقط خودش یک روند خوبی رو داره، یک برآیند مثبتی رو داره، ولی دوست داره تجربیات یک آدم حرفه‌ای رو هم بشنوه. و خود من و امین هم که توی پادکست در مورد، اگر خودمون باشیم، در مورد یک سری موضوعات، حالا بحثی روانشناسی توی بحث بازار مالی باشه، صحبت می‌کنیم. پروژه‌های کریپتویی، فضای کریپتو، خب چون بازار کریپتو بازار تخصصیمون هست و بخش کریپتویی کار با من و امینه، بقیه بازارها هم که با مهمونامون نه اصلا شک نکن به هیچ عنوان، بقیه داستان هم که با مهمونا جلو میبریم و فکر می‌کنم که پادکست خفنی بشه و با ما همراه باشید و بریم که بهتر کنیم دیگه. نکته دیگه که نداری که اپیزود 0 بود و تمام نکاتو گفتیم. اپیزود اول با ما همراه باشید و میبینیمتون. مخلصیم. خدا نگهدار.